سلام بینندگانی عزیز، سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. امروز 1 دکبر پاره صحبت با مادر گلبودین زیابکوف، جوانی که در عملیات مقامات انتظامی در ناحیه رشتقلعه ولایت بدخشان کشته شد پیشکشی شما می شود. به دنبال آن درباره بازداشت زن با اتهام کودک‌روایی در دوشنبه، تحقیق مرگ دو مهاجر تاجیک در ایرکوتسک روسیه که در پی آتش زدن مکان زیستی آنها به وقوع پیوست گزارش می دهیم. روز 1 فصل زمستان در دوشنبه آفتابی خواهد بود و هوا از 4 تا 17 درجه گرم می شود. در بختر مرکز ختلان دوام روز از 3 تا 21 درجه و در خوجند مرکز ولایت سوخت هوا از 5 تا 14 درجه گرم خواهد شد. در خاروق مرکز ولایت بدخشان نیز آسمان آفتابی است ولی هوا از 6 تا 1 درجه تحت صفر سرد خواهد بود. مادر گلبودین زیابکوف، جوانی که در عملیات مقامات انتظامی در ناحیه رشتقلعه ولایت بدخشان کشته شد و مرگ او باعث اعتراض 4 روزه در خاروق شد، خواستار صحبت با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبودین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات بدخشان عرضش را نشنیدند و می‌خواهد دادش را به پرزیدنت کشور رساند. گلبودین زیابکوی 29 ساله روز 25 نوامبر در دهه تودیم رشتقلعه کشته شد. مقامات گفتند که او 1 سال پیش یاور دادستان ناحیه را گروگان گرفته بود و با اتهام گروگانگیری و برانگیختن محلگرایی جستجو می‌شد. مقامات گفتند هنگام بازداشت او به سوی کارمندان مقامات تیر کشید. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبودین در صحبت با رادیو آزادی گفت دوام 10 ماه پس از آنکه که حادثه گروگانگیری دادستان رخ داد کسی پسرش را سراغ نکرد و حتی برای بازپرسی او را دعوتنامه نیز ندادند. این مادر به سوالهایش که چرا پسرش را در خاروق زنده بازداشت نکردند یا چرا به او دعوتنامه برای بازپرسی نفرستادند پاسخی نیافته است. به گفته او امکان زنده دستگیر کردن پسرش وجود داشت ولی برایش معما است که چرا او را کشتند. در تلویزیون بدخشان همچون دلیل یک تپانچه را با تیر و تیردانش نمایش دادند و گفتند که او به گلبودین تعلق دارد. مادر زیابکوف این اتهام را رد می‌کند. قسم به نام خدا، قسم به نام خدا، قسم به ارواح، به اون ارواح اما نو گذشته که بچه من وای خدمتم نکرد، وای معنای تپانچه رو نمیدوند. بچه من حتی سیگارت نکشیدگی، حتی سیگارت نکشیدگی و یگون کس به یگون ضرر نرسوندگی. شاهدان نیز میگویند آن روز در دست گلبودین سلاح ندیده بودند. خبرنگاران رادیو آزادی با شاهدان، مقامات و تحلیلگران درباره این حادثه صحبت کردند. عملیات بازداشت گلبودین چگونه صورت گرفت و چطور مردم در میدان مرکزی خاروق جمع شدند؟ این همه تفصیلات را در سامانه رادیو آزادی انتظار باشید. پلیس دوشنبه خبر داد که یک زن 29 ساله را با گمان دزدیدن کودک 2 ماهه بازداشت کردند. به گفته ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه حادثه ربوده شدن کودک نوزاد نصف روزی 30 نوامبر رخ داده است. نظری ادوکات و پیوندان زن بازداشت شده هنوز دسترس نیست. معلوم نیست که تا کجا این اتهام را قبول دارد. مقامات میگویند این زن در یک درمانگاه پایتخت از مادر نوزاد خواهش نگاهبینی یک لحظه‌ای طفل را کرده است. بعداً به گفته مقامات او کودک را گرفته غیب زده است. پلیس خبر داد که این زن صبح امروز از حدود ناحیه رودکی بازداشت شد. معلوم نیست که این زن با کدام هدف کودک را ربوده است. نسبت به بازداشت شده با اتهام آدمربایی پرونده باز کردند و تفتیش ادامه دارد. مقامات ایرکوتسک روسیه هیئت سفارت تاجیکستان را قبول کرده وعده تحقیق قضیه بازداشت 3 مهاجر را دادند. با گفته منابع رادیو آزادی این هیئت 1 هفته پیش به ایرکوتسک سفر کرده بودند ولی در 2 روز اول مقامات این شهر با آنها صحبت نکردند. روز 25 نوامبر سیراج‌الدین مهریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با همتای روسش درباره این قضیه صحبت کرد. منبع‌های رادیو آزادی گفتند که پس از این صحبت مقامات تفتیشاتی با هیئت سفارت صحبت کرده آنها را با پرونده شناس کردند. مقامات روسیه در پی آتش زده شدن واگن زیستی مهاجران در دهه زلره ولایت ایرکوتسک شب
12 نوامبر باعث به مرگ 2 نفر شد، 3 شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. نزدیکان آنها و مقامات تاجیک میگویند مهاجران جبر دیدند و به جای جزا دادن آنهایی که واگن را آتش زدند آنها را بازداشت نمودند. مقامات روسیه در این باره شرحی ندادند و تنها گفتند که حادثه را تحقیق میکنند. همصحبتان رادیو آزادی گفتند که مقامات ایرکوتسک هیچ دلیل قانع کننده برای عیبدار دانستن 3 مهاجر پیشنهاد کردن نتوانستند. آنها امیدوارند که مهاجران بازداشت شده به زودی آزاد میشوند. در حادثه شب 12 نوامبر نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج‌الدین گلزاده 19 ساله ساکنان ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان هلاک شدند. مقامات 3 مهاجر دیگر قربانمد صادقов و دلیر حسنов را با گمان قصد کشتار و جمعه‌بای اسکندرов را با گمان اوباشی بازداشت کردند. از جانب ساکنان محلی تنها 1 نفر بازداشت شده است. جنجال میان مهاجران و ساکنان محلی روز 12 نوامبر در نزد مغازه آغاز شده است. سپس یک گروه شبانه واگن زیستی 7 مهاجر تاجیک را آتش زدند. از این رو اکثریت بازداشت مهاجران را برعکس واقعیت دانسته از مقامات تاجیک خواستند به مهاجران کمک کنند. دادگاه آلمان یک مرد 29 ساله عراقی را که به عضویت گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا خود داعش پیوسته بود به تبعیض اقلیت یزیدی مجرم دانسته به حبس ابد محکوم کرد. طاها الجمیلی با تبعیض انسان، جنایت بر ضد بشریت که باعث مرگ انسان شده است و جنایت‌های حربی عیبدار دانسته شد. او در سال 2013 با گروه داعش همراه شده است. این اولین حکم ابد نسبت به یک عضو داعش است که با اتهام نسل‌کشی متهم است. این گروه سال 2014 یک بخش بزرگ سوریه و عراق را زیر نظارت داشت. طبق گزارش‌های رسیده اعضای داعش بیش از 3000 پیرو دین یزیدی را کشتن، نزدیک به 7000 زن و دختر یزیدی را در سال‌های 2014 و 2015 به غلام تبدیل داده بودند. دادستانی گفت الجمیلی و همسر سابقش که شهروند آلمان است یک زن یزیدی و فرزند او را همچون غلام خریدند. الجمیلی دختر 5 ساله این زن را زنجیربند کرده در گرمای 50 درجه در بیرون نگه داشت. در نتیجه دختر از تشنگی وفات کرد. قوم یزیدی به زبان کردی صحبت نموده اکثرا در شمال عراق به سر میبرند. دین یزیدی تقریباً 4000 سال پیش در ایران امروز پیدا شده و ریشه‌هایش به دین زردشتی میبرند، ولی یزیدی‌ها بعضی عنصرهای دین اسلام و دین نصرانی را پذیرفتند. در روسیه در یک سال اخیر 2,400,000 نفر فوت دیده است که به گفته مقامات این کشور چنین آمار فوت تنها در زمان جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 و 45 ثبت شده بود. همچنین اهالی روسیه امسال نزدیک 1 میلیون کم شده است که در 20 سال اخیر چنین نبوده است. سبب مرگ اکثر فوتیدگان سرایت به کرونا ویروس، بیماری‌های سرایتی و میزدگی گفته می شود. در 2 ماه اخیر همه روزه در روسیه بیش از 1000 نفر از کرونا ویروس می فوتند. یک زنی ساکن شهر ترسونزاده بعد دادستانی دعوا کرده است که سردار اداره خواجگی کمونالی این شهر و 2 همراهش به اجازت واردی منزل زیستی او شده سرباز جستجو کردند. عریضه این زن را دادستانی شهر ترسونزاده بر اساس ماده دخل‌ناپذیری منزل تحقیق دارد. این زن در صحبت با رادیو آزادی گفت که سردار اداره خواجگی کمونالی شهر و همراهانش به اجازت در راز زده وارد منزل زیستش شدند و خانه‌اش را کافت و کاب کردند. او گفت که او در خانه نبود و از این عمل دختر خردسالش ترسیده بیمار شده است. با گفته او آنهایی که به خانه‌اش وارد شدند ادعا داشتند که گویا پسری همسایه که باید به ارتش برده میشد در خانه او پنهان شده است. جهانگیر روشنов سردار شعبه منزلی و کمونالی شهر ترسونزاده در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا آنها وارد خانه این زن شده بودند ولی اجازت پرسیدند. او تصدیق کرد که با آنها خبر دادند پسری همسایه آنجا پنهان شده است. در تاجیکستان به اجازت وارد شدن به منزل زیست بیگانه جنایت دانسته می شود. تفصیلات این موضوع را با نظرهای مختلف دوام روز در سامانه رادیو آزادی بخوانید. بینندگان عزیز، اکنون به شما عاید قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می دهیم. امروز 1 دکبر بانک ملی 1 دلار را 11 سامانی و 29 دیرم و 1 یورو را 12 سامانی و 82 دیرم تعیین کرده است. قرب روبل روسی نسبت دیروز اندک بالا رفته 1000 روبل 151 سامانی و 10 دیرم نرخ گذاری شده است و در همین جا نشر نوبتی سرخط خبر را به پایان میبریم. روزی خوش داشته باشید.